میگن که عاشقی کار دل از گناه من نیست. سلام. سلام گی پگشتری؟ سلام. دام خیلی بچی گفته میگو ما 5 سال خاطر دختر ماما کندل بچیشتم با تو برفتی پیار خورای کردی با خسروی 5 سال چه کاره؟ مرست ما وقت میگی بچه هم بزیتونو تو مفت نزدیکی پر برو کاکا کسی به تو مرغ مرده خونه میده ماما کندل دختر به تو نافهم میده. ما 5 سال خاطر از او بشیشتم با تو میری پیار خورای میکنی. برو کتر به تاجی میزنم. برو آدمه برو ایتا دست کلا بکجی راست میگون داده دیپر برو گالی طور بزن و میری پیار خو میری. برو ایستاد نشو ماما کندل دختر خو به تو نمیده. من مای دختری بیاقل نافهم. کی با تو گفته دختر ماما کندل تو خیلی مایه دنبه سیر آلی توی یاتی تو من مای یا نمایه اون به تو نمیدم سلو با تو نگفت نرو اون با تو نگفت نرو نیکا امروز سبا اون نگوش نمیشه آلی سرکم اوه گدو انالی بیرو با پیش پیار تو و سر پیار تو اوه میکن ایتا داده دفعی داده نری باش تو ما بی پیار بچه مشکنو برو خوبه خدافظ خوبه آخیر دنیا شده یه به من میگه تو نری بابا او باید کن مایه دختر همسایه ما روبروی منزل ما جور باشه لالا نیلیلا گیلا گشتنی برو گشتنی جان جره خیار هستی خیریت جان جره صاحب کمی تو سره میری فقط برو گسپندای علیه دیگه لگه کرات گسپندا پیار تو کجایه کی؟ پیار تو پیار ما برای شوره را به شهر برای شوره به شهر رفته پیار تو گیلا اکثر کما با تو یک چیزی میگم 5 سال میشه همی بچه ما به خاطر می خوار تو بشیشته حال باز کجیری پیدا شده خود مادر خو 24 ساعت مادر از این به سرا شما میای به خسرونی خوار تو ای کار خوبه میکنی من میره از تو پرسان کنم برو سیکو تو من نیلیلا من کیشته بزیت کارا خوب من سر ما نمیآید نمیفهم خود مکو زن ندارم اما دادیم میگه در مقابل گیپک بچی نیلیلا من مقایسه نمیشم چون تقریبا 5 پنجه دادیم از گیپک بچی شما کته تره این معامله چه کار میشه؟ برار خوربه گردم گپ به خورده کلونی چی کار داره گپ به عقل کمال کار داره باز دختر خوار تو که هست 16 سالیه بچه 18 سالیه شما به خورده کلونی چی کار داره شب و روز بچه مال گریه میکنه که 24 ساعت مادر کجیر بخونی ماما کندل پرته وه خب برای شاید که دادیم نماسته باشه او شاید تا دل من میفهم که او گیپک نما شاید کجیر نماسته یعنی دادی تو با تو بگو فتا دل که مور نمایو خب رقم معلوم میشه مادر میگه گاهی وقتی میگه او میگه او تا به من فرق میکنه دوره چی فرق میکنه هم فرقی که میکنه چیه تو بگو که من بفهمم بچا بابا دیدی گبزه گیلک ایر شما بگیم به خاطر از این کجیر ناکچریپی پولی بیشتر دارم به خاطر همون مایم خوار خور بزو بده گپ به شما همیتا معلوم میشه و شما دیگه نال برای جنیلی لای گپ بگم دق نمیشی نه چرا دق شو دادیم اما چی نکنه سی میکنه به میراسا اما تو خری ندیدی که سوار شی خوانال هم کجیر که حداقل 4 تا گوسپند دارم 4 تا زمینی دارم انال تو گیپک به چی تو نوال بی سمریم برات دیگه دلازار یک طرف ما دادیم نشی ایتا معلوم میشه که شما فقط برات میراث و سرمایه میگردین برات خوبی خوار خور نمیگردین نه یعنی ما از مسخط میگم خو یعنی تو ریزی دادیم البستینی بچه خو گیلک برار خوبه کردم اگه من ریزی نبودی هر دم نمی اومدم میخوان تو پیار تو نمیگرفتم بچه من شب و روز گریه میکنه به خاطر خوار تو بچه چی میفهمم من گیلک به تو چریپی پولی هم میدم تو چندیه با کسی چنده نشو فقط پیار خو مادر خو ریزی بساس بگو از دیپک بچی بیتاره دیگه پیدا کرده نمیتونی سیریف مایم خب هر چی مثل بشیم با تو میدم سیریف نقدی برای تو میدم خوبه بفهمیدی خوبه هر دمه که به من باشه من تعدیل دادی خود بپرسن چه کنه کی مای کجیر ما یا گیپک بابا جان رد کجیر یلکو تو با هر وقت پول مسی بیا پیش بیا بغیر از سیریفیه بغیر از سیریپیه
فقط تو ریزی کوینا. یعنی حالا هیچی به داخل کیساتی نیه دیگه. تو خبری به من نیاری من پول نمیدم گیلا. هر بعدی که خبری به من بیاوردی که دادی من ریزی به بچه تو وقت باز هر چی مستی به تو میدم. خوبه. حواله میرم من. به پیار خان بگو رات کجیری الا کولا کجیر بگو با قصی ازی گپا نشو به چی نورالله بگی. خوبه باشه. خوبه. گیلا احمد الجامو. حواله دویده میرم. آفرین. ساعتی بندی رسول تلای براجو ستک باری تو خوشنوایه ستک باری تو ماشین از ایران آمده مونده نباشی. چکی کجا میری؟ گلو اشتری. شکر الحمدلله شما خوب چهرستی خیلیت مونده نباشی مشتاق بیاری. شکر الحمدلله فاتح خدا. کجا بیری گیپا؟ هیچ جا به خونه بیرم. میگو یک لطفی به ما بگو برو پیش براخ و ماما کندل بگو امی دختر به من میدم به کجی بگو بدیم به گیپا. دیشب من به خونه براخ بیدو آنه دختر برار میگفت اگر عروس میکنه من گیپا که نمایم من کجی نمایم. راست میگه میتگو. بالیو. هرچه قسمت باشه. خب میفهم هرچه نصیب و قسمت باشه. ما 5 سال خاطر ازی بشیدم. آخه گلو من چی کمپیوتری دارم دختر برار تو من نمایه. ایران دوره براجو الله بیران تا کی انگوره براجو بیران تا کی انگور حسینی الله جدی زخم نسور خراجو سری کوی بلند یک دانه گندم الله غریبی میکنم به ملک مردم الله غریبی میکنم سوزی نداره الله شلیم چاق میکنم دودی نداره. گلک اشتنی جانجره بخیری کیا هستی خیریت جانجره سلامت باشی جانجره. گلک خوب شد که تور بدیدم سکو های معامله کجیر و گیپک چه کار میشه؟ که معامله چی باشه؟ معامله خسرونی. آها از او بابا نمیفهمم داده من دیگه ما شکیر مایه عقلم چیه؟ میکش عقلمه کنه سکو گلک همه گیپک بهم هر جا میشینه میگه ما دختر ماما کندل مایم انال خوارت هم گیپک کرنه مایه هم زودتر ایر بدیم به برار ما که کلک کنده شه که دن گیپک کنم بسته شه هم هر روز مدر ما میهم به خسرونی مثل شما هم جواب نمیدیم. چه کار میشه آگه بعدی ما چه میفهم برار ما از خود 2 نفر کلانتر دارم مدار دار تیاره سیکو تیاره رد تیاره یله که تو گفت وال مور میبینه دیگه میبینه او گیلک میبینه چی میگه مگه گیلکه تور میشناسه پخته میشناسه اوه عمودیری دست قربالا که تور میشناسه. آها منو با تا زمینا تم برار کلون مخونه ارزش داری به مخونه یا نداری؟ تو حال معلوم نشده ما شما نمیفهمم. ای گیلک تو دیگه خو
عمر خور بزنی تو به جای نمیرسی. و تو که خودی 10 تا خر امان کلون کردی به چرندی اونا. برو گیلک برو، من بیامدم به کی میگم. به چی میفهم از این گپا که تو میگی بیای بکشتنی نانه ما بکشتنی دادمه تیاره سیکو میگه شامت میگه تو رو میشناسه. بله عربا بله عربا بارشا بباره و تحصیل تیاره میباره. اما مرتککایی که به تیاره شیشته همه تر پرو میشن. خیلی سلامتی. شکر. خوب شما رو بدیدم. خیریت بود. امروز هم یک خدمتی ما بکنیم، ما رو میخریم اگه این کارو بکنیم. چی خدمت؟ لا رمضان همین دختر ما کندل به خیر خوشی فاطمه میکنیم برای کجیر. 85,000 پول داریم، هم 15 دونه نظری پولا ما کمه. خاطر به سر فاطمه دست بگذاریم. گفتم اگر داریم 15,000 پول ما به قرض بدیم به خیر خوشی پولا شما میدیم. با عباس شما از کی فتر با دختر ما کندل خسرون شدیم؟ برادر نگردین لا رمضان خون دل شدیم. حالا که من تعجله 15,000 پول به کار دارم به خاطر که ما کندل یک آدمی هسته هم مذهب کشمیش یا دم بداره به غرب بشه. گفتم زودتر به خیر خوشی فاطمه کنم کجی خورزاده خور. یعنی تو حالا برات 15,000 پول میدی؟ حالا رمضان اگه دیشته باشه ما رو میخریم. ندارم عباس جو. ما اگه دیشتی از شما میگشتم نو. نداری؟ خود ما مال برو جو به دری پزارم. هم 10,000 بدین خوب. کار چلونی بشه 5,000 دیگه بخواد از یک جا دیگه یک چیزی به تو بگم خب تا به می 5 روز بیشتر 60-70,000 پولم بودن. اونا خسر ما گفته اگه پولا رو می چه کار کنی به خونه بیار که به تو گوسپند بخرم تا عید قربان گوسپندا کلون میشه هر کدوم 5-6 هزار روپیه فایده میکنی. بعد دادم اونا رو خسر ما هم برای گوسپند خرید. گوسپندا هم پیش خود نه خود اینا رو میچرون. نه ایت عباس چی تا داستانه راست میگیم. حالا رمضان مقام دیگه چیزی ندارم. مقام امیر دارم که بچه نورالله خود کلی فندقی خو خسرون با دختر ما کندله. میگم از او جلوتر ما کجی خورزاده خونمزاد دار کنیم آخه. از این واسطه میگم قسمت شما باشه میشه ما کن ندارم برو ارجو پول. خب خیر بچه پناه به خدا پیدا کنم. دست خیر باشه خدا سلامت باش.